بنده امین فردین و همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. عزیز، این صفحه تلگرام من هستش. انقدر حجم پیام ها بالاست در خصوص کنکور 1197 و گفتیم که بیش از 200 تا پیام برای ما اومده بود در آیدی تلگرام من که داره لحظه ای هم میاد و یه پیام گذاشتم که مردم امروز خیلی ناراحت بودن و کنکوری های عزیز که میگفتن حتما تقلب شده. من لایو همین الان همینجوری پیام ها که داریم بدون سانسور میخونم. نوشته سلام، مال منم خراب شده، من 6 تا درس زیست رو زدم اما حالا 0 شده. یکی دیگه گفته که قشنگ اینو گوش کنید، این وایس رو هم در ابتدا گوش میکنیم، جالبه. من گوش داده بودم خیلیاشون رو و روی سیو مسیج هم گذاشته بودم، گوش بدید، حرفای قشنگی میزنه. خب یه شاهکاری سنجش انجام داده. دوستان عزیز نگاه کنید، اولا ریاضی و فیزیک ایشون خیلی بالاست، شیمیشون یعنی متوسط خوبه، 40 امسال مثل تقریبا 55-60 سال پیشه. زیستشون پایینه، عمومیشون هم به نسبت پایینه. خب ولی خب ریاضی و فیزیکشون خوبه. بالا رو نگاه کنید، رتبه در سهمیه نهایی بین 100 و منطقه 1 بودن ایشون، داده بهشون 10,067. خب زیرگوره 2 هم داده 8,608. بعد نمره کل نهایی داده 8,130. بعد بیاین پایین نگاه کنید، بیاین پایین زیر درصدا. رتبه کل در سهمیه نهایی بالا، مگه میشه بالا 10,067 باشه بعد رتبه کل در سهمیه نهایی بشه 5,075؟ بعد ترازی که داده در کل اینا رو با هم جمع کرده بشه 8,973. من نمیدونم این چی یعنی چی؟ این باور کنید من نمیدونم. الان خیلی جالبه آقا، اینو همه پست کنید اصلا ببینن. مگه میشه رتبه زیرگروه یکی 10,067 باشه بعد بیاد پایین رتبه کل در سهمیه نهاییش 5,075؟ خب بالا رو حساب کنه، پایین رو حساب کنه، چجوری بالاخره باید حساب کنه این دانش آموز؟ بابا گل کاشتید امسال، گل کاشتید. نمیدونم با چی بگم والا، به خدا زورتون به همه رسیده امسال، زورتون به کنکور رسیده، زورتون به تستا رسیده، زورتون به سازمان سنجش نرسید دیگه بچه‌ها، به سهمیه و سازمان سنجش نرسید متاسفانه. بله متاسفانه ما در طول هفته گذشته گفتیم که سوالات خرید و فروش میشه و امسال گویا مثل اینکه رتبه هم داره خرید و فروش میشه. گفت مردم مدام پیام دادن، من حالا خیلی هم رو سوژه‌های دیگر رو گفتن که مثلا ادبیات دینی بالای 60 باید می بود ولی زیر 40 شده. این یکی گفته که واقعا امسال کم زدیم و جالبه که رتبه‌های مختلف رو زده. خیلی از مردم من پیام دادن، روش‌های مختلف محاسبه رو گفتن. حالا لابلاش گروهی هم که من عضوم میاد میخونیم. این یکی گفته که نتیجه کنکور هم 10,000 رو خورده، یه در حالی که با نرم افزار تخمین سایت ها درصد درس‌ها رو هم میزدم تو حالت بدبینانه میشه 6,500. بعد حالا بازم هست این یکی هم گفته که من تخمین زده بودم 6,000 تا بشه اما شدم 27,000 تا. به خدا دارم سکته میکنم. واقعا دانش آموزا چه جوابی میخوایم بهشون بدین دوستان سازمان سنجش؟ من دیگه لایو گذاشتم و اومده گفته که تو تذکر 4ش اومدن گفتن که داوطلبان سهمیه ایثارگران ببر سهمیه ایثارگران همانند سایر داوطلبان در سهمیه منطقه هم خود نیز گزینش میشوند. اینم گفته که ایثارگران اینا میتونن از سهمیه استفاده بکنن. آقای فردی نوشته 100% اشتباهی شده. من خودم وقتی سر جلسه بلند شدم میدونستم شیمی رو 30% میزنم ولی جواب اومد 0% زده بودم و این غیر ممکنه چون تستش هم کردم با پاسخنامه خود سنجش هم میشد 30%. حالا من براش می‌نویسم که لطفاً کارنامه‌تون رو بفرستید. در حین اینکه داریم ویدیو رو پر میکنیم ببینیم ایشون برامون میفرستن کارنامه‌شون یا نه. من چک کنم جلوی خودتون یا بریم پایین‌تر. اینقدر گروه هم هست
بگذریم. نوشته که من کل معارف رو تستاشو زدم در حالی که توی نتایج درصد معارف رو زیر 0% زده. اصلا همچین چیزی مگه میشه؟ تو رو خدا رسیدگی کنید. باز مردم گفتن تو رو خدا رسیدگی بکنید و از قول شخصی گفته که واقعا امشب انگار آخر دنیا شده. واقعا میخواد چیکار بکنید؟ و مردم باز این وایس های مختلف رو بارها برای من فرستادن و یکی دیگه گفته که واقعا کاسه این زیر نیم کاسه هست. آخه 1 نفر 2 نفر هم نبودن و ببینید چقدر پیام برای من اومده. و ایشون گفته که رفیقم توی قلمچی 1000 میشه، تو تخمین رتبه 1200، الان میگه شدم 9000. مگه میشه؟ من پارسال کنکور فیزیک دادم، منفی 4 زدم، زیست 1%، عمومی هم از دم زیر 30% شدم 61. امسال عمومی بالای 40% زدم، زیست 35% زدم، فیزیک 20%، رتبه‌ام شده 64000. یعنی از پارسال هم بدتر شده. بعد مردم خیلی ها پیام دادن و نگاه کنید تو رو خدا، من همینجوری میخونم چون دیدم تعداد پیام‌ها زیاده مجبور شدم که عکس بگیرم. حالا بعضی هم بدبختا دارن سوژه میفرستن لابلای اینا میاد و نوشته من 10 تا تست درس دینی رو زدم اما تو کارنامه درصدمو 0 زده. اصلا این ربطی به سهمیه نداره و شما وقتی درصد رو داره اشتباه حساب میکنه. ببینید من تونتون این پیام ها رو میخونم، حالا بعضی شماره هاشون هم میفته. 15 تا پیامو برام فرستاده، حالا بنده خدا بعضیاشون رو هم دارن سوژه میفرستن. حالا پیام یه شخصی رو هم برام مدام فوروارد کردن. نوشته فرین لطفا پیگیری بکنید، امکان نداره اینطوری بشه. من 2-3 جا تخمین رتبه زدم اما با این رتبه فاصله داره. خواهش میکنم. خیلی ها داریم میبینیم که داره چه اتفاقاتی میفته و پیام ها زیاده. ببینید نگاه کنید تو رو خدا، اینقدر پیام برای من اومده. حالا خیلی ها هم خونده بودم. ببینید همه راجع به کنکور دارن پیام میدن و جای تأسف داره و بعد ببین امیدواریم که مسئولین پاسخگو باشن. و حالا یکی هم بنده خدا راجع به احمدی نژاد و سوژه دیگه گفتن. به حال اتفاقاتی که داره میفته امیدواریم که پاسخگو باشن مسئولین. نمیدونم چه اتفاقاتی قراره بیفته و چه چیزی قراره بشه. مرسی. امیدواریم که سازمان سنجش این ویدیو رو که میبینه پاسخگو باشه و ببینید هیچ کسی از کنکوری ها تا جایی که من میدونم راضی نیستن. اینا پیام های قبلی هستش که من چند تاشون اسکرین شات گرفته بودم گذاشته بودم، گفتم بیش از 200 تا پیام اومده. حالا دوستان سوژه های دیگر رو هم میفرستن برای ما همزمان. امیدواریم که سازمان سنجش حداقل روی این قضیه پاسخگو باشه. من یک کانال اطلاع رسانی هم اینقدر پیام برام اومده و دارم تلاشمو میکنم و امیدوارم که مسئولین هم پاسخگوی این قضیه باشن. مرسی. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی
برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت